امروز اومدیم با 20 تا سوال چالشی آتشین قراره بسوزیم. خب نودل تند کره‌ای تا حالا امتحان نکردیم. امروز اومدیم با 20 سوال خیلی چالشی. 3 تا گزینه داریم. من 3 تا گزینه رو براتون میخونم. هر کی که جواب بدونه زودتر از زنگو بزنه. هر کی هم که نتونه جواب درست رو بگه، یعنی زنگو بزنه جواب درست رو نگه، باید از نودل تند آتشین میل کنه. تمام درست. خب آماده؟ این سوال هم از آسون به سخته. باشه. سوال اول. دست رو میز. استرس. دست راستت نزدیک‌تره ولی باشه بس. آماده این؟ آره. خب یه سوال فوتبالی. ای بابا من بلد نیستم بده. کدوم تیم بیشترین قهرمانی لیگ قهرمانان ای بابا رئال مادرید. سوالش تمام نشده بود حساب برو سوالو باید کلا اصلا گفت کدوم گزینه تیم داره. بیشترین فهمیدم. 3 تا گزینه اصلا نذاشتی گزینه‌هاشو بگه. حساب نیست. برو یه بار دیگه همینو میخونه بعد از پایان. بابا این خب حساب نیست. یه بار دیگه بخون 3 تا گزینه رو تا تموم نکنی نباید بزنی. بگم دوباره. آره. کدام تیم بیشترین قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را دارد؟ منچستر یونایتد، رئال مادرید، بارسلونا. واخار اینجوری حساب میشه که بخوری؟ آره هر یه سوال زیاد خیلی کم میمیری زیاده. یا بابا چرا باید درازه؟ من هر بار ببازم یه دونه شو میخورم. نمیذارم کوچکتر از این بخوری اصلا. بابا میمیریم بابا. یه کوچولوشو بخور که به سوالا برسه حداقل. میرسه. خیلی تنده. خیلی تنده. سریع قورتش بدی. نوشیدنی هم نذاشتی. یا آبی یخ میخوام. این بذار پیش تو بمونه. صدا تو کمه ما داد میزنیم. چیزی میخواین دیگه؟ نه برو بعدی سریع. خب سوال بعدی. بزرگترین حیوان روی زمین. الف فیل آفریقایی، نهنگ آبی، خرس قطبی. بگو اولی چی بود؟ فیل آفریقایی، نهنگ آبی، خرس قطبی. اولی فیل. نهنگ بابا روی زمین. فکر کردم خشکیه. فکر کردم این لحظه گفتی رو خشکی. بخور که داره خوش میگذره. اصلا چه اشتباهی کردم. فکر کردم منظورش رو خشکیه. سر قبلیه زیاد برمی داشتی. آره من زیاد میخورم. چی شد؟ میخوای بیا یکم از دوسته خودم بگم؟ برو بعدی. خب سال بعدی. لقب تیم ملی آرژانتین چیه؟ یا خدا. تانگوها، گاوهای وحشی، سامبایی ها. نیست؟ برو. تو با چه اعتماد به نفسی؟ من تو عمرم نشیدم این. بابا فوتبال دیدم. وسطیه نبود. یا این بود یا من گفتم. از کجا میدونی وسطیه چی بود؟ وسطیه بود گاوهای وحشی. گاوهای وحشی من میدونم نیست. ببین تازه داره شروع میشه اصلا دهنم عجیب داره. کمتر رو خورا جدی تمام کردی. خیلی آره دیگه دیدی. خب دوستان سوالا به پایان رسید. خب یه سوال آسون. چند تا قاره داریم؟ 5 6 5 7 قرآن 5 آقا 7 رو نام ببر. من آقا آسیا اروپا آفریقا شمالی آفریقای جنوبی. آمریکای شمالی آمریکای جنوبی. جنوبی. آمریکا هم کلش یه قاره است. بخور. ولی باور کن میگه بابا 5 تا تو کتاب جغرافیا ما نمیشه. آقا چت جی پی تی گفته به من مربوطه. میخوره بابا. چت بهتر میدونه تو بخور. وای خیلی تنده. باور کن تو کامنت ها بنویسین. 5 میخواین 5 تا نیست. باور ببین حاضرم تو گوگل شرط بندی کنم واسه. بخور. ترسیدم اصلا. ببین خیلی تنده دارم زجر میکشم. اینم جوگیر بود. اولیشو من تا 5 دقیقه اول نمیسوختم.
خدا نمیرید حالا تو. یه تست میکنی؟ نه. بخور یه بابا تست تون کن. نیست خیلی بدمزه است. نه بابا تنده. بزن برو بعدی. 7 قاره بود. اینو خواستم بگم که درست. باور کن اشتباه. خب بزن. میخواین یکم آب نه آب نداریم. ببین ولی داره سرم کم کم شروع میکنه گیج رفتن. قهرمان فرمول 1 2023 کی بود؟ لوئیس همیلتون. نه. آه زدی نه. بخور دیگه. بار اول مشخص کردی. برو بابا. بخور نه. باید بخوری. هر کی زودتر تو هم زدی. آقا تو اول زدی. دست تا زیر بود. میذاریم ساعت خونده شه بعد. بخور دیگه حساب نیست. میذاریم ساعت خونده دیگه حساب نیست. بار دوم اشتباه کردی. میذاریم ساعت خونده شه. بار داور تو بگو. بابا خودت هم دست گذاشتی. کی اول زد؟ خب پس تو جواب بده. خب من جوابش آقا ما میدونم. میدونم جوابشو. کی لوئیس اول؟ یا همیلتون. همیلتون یا وشتاپن. باید یکم فکر کنم. وایسید بزنین گزینه‌ها رو بگم. لوئیس همیلتون، مکس ورستاپن، آره. ستن. لوئیس همیلتون نه وستاپن. لوئیس همیلتون. وستاپنه. همیلتون 2024. ورستاپن کی؟ وستاپن. ورستاپن کدوم؟ کی؟ وستاپن هم میگم. من میگم همونی همیلتون دور آخر شکست داد. لطیفی چیز تصادف کرد اون برد. باشه حالا چرا انقدر داغون شدی؟ از این به بعد زودتر بزنی باید بخوری هم. خودم خیلی تنده. اصلا یه چیز عجیبیه. میخوایم یا دو؟ نداریم. ولی خوشمزه است. سوال بعدی وایسا. دیگه خوشش اومده فکر کنم. الان آب بینیش آمده آدم با من بدنم مقاومت فکر مثلا کردی. میگوزی. بزن یه دستمال بهتون بدم. سوال بعدی وقتی عطسه میکنی بدنت با چه سرعتی هوا رو پرت میکنه؟ ها؟ 20 کیلومتر بر ساعت، 100 کیلومتر بر ساعت، 40 کیلومتر بر ساعت. چرا زن؟ اصلا یه کارایی که میکنم دست خودم نیست. میدونم کندیشن داری؟ میترسی؟ 20 و 40 و 100 ها؟ ببین دیگه 100 خیلی زیاده. من میگم آب دیگه خیلی خیلی 20 هم مثلا من میگم وسطی 40. جواب آخره؟ 40. 100 کیلومتر بخور. حتی بخور دوران اوج پایان رسید. چند بار تو نخوردی؟ من خیلی وقت دیگه داره تندیش از بین میره. یه ذره تند دهنم. با این داغ زیاد هم میخوره من نمیدونم. رجبای خوشمزه است. قورتش میدی برد میشه. خانم فیلم مرد بعدی یه سوال دیگه بفرما. کدام حیوان میتونه از مقعد تنفس کنه؟ قورباغه، لاک‌پشت، مار. وایسا منطقی بهش فکر کنم. آفرین دشمن هم نیستی. آره هم فکر کنیم. لاک‌پشت مار. مار ممکنه. مار اصلا جز مقعد جای دیگه ای نداره. ببین 2 بینی داره سوراخ بینی. بعد مقعدش خب سمت خاکه به نظرت اکسیژن از اون ور دخول میکنه؟ مگه رو به حواس مقعدشون؟ چی بودن 2 دیگه؟ قورباغه فرض نکن اینجا میپره تو این فضا میتونه نه بابا هندوستان که نیست. میپره اینجا نفس میگیره بعد میاد زمین نمیشه؟ من که نمیدونم. بزن. مار چی؟ قورباغه مار لاک‌پشت. لاک‌پشت من دهن نداره. لاک‌پشت. آفرین جدی؟ بالاخره یه جواب خب من گفتم اینو. دشمنم دیدید هستی؟ بخور زود اصلا میخوای اینو بخورم؟ اطلاعاتمون اینقدر بالاست مغزم بزرگ شده. با تقلب داری میبری نصف جوابای درست من حساب نکرد. مغزم بزرگ شده. اونقدر اون لحظه‌ای که میخوریش خیلی خوشمزه است. آره خوشمزه است ولی بعدش دهنت تو صاف می‌کنه. آره همین لحظه زنده بمونید. برو ادامه بده. ادامه. کدام یک از این میوه ها از نظر گیاه شناسی توت محسوب میشه؟ توت توت فرنگی، موز، تمشک. تمش. خب بخور. چه منطقی؟ چرا موز توت حساب میشه؟ نه
نوشته از نظر گیاهشناسی توت میوه‌ای که از یک تخمدان منفرد به وجود میاد و دانه‌های آن در داخل گوشت میوه قرار داره که موز این ویژگی رو داره. فهمیدی؟ نه. آرام شدی؟ وایسا بهت بگم، من گفتم آقا گفته کدومشون توته. اولی توت فرنگی بود، گفتم این انحرافیه. موزم که گفتم نیست، تمشک منطقی ترینش بود. آخر تمشک منطقی بود، راست میگه خدایی. من فکر می‌کردم توته. خب سوال بعدی. بریم. پلک زدن در حضور یک شخص بالاتر از شما در کدام کشور نشانه از بی‌احترامی تلقی میشه؟ الف تایلند، ب کره شمالی، ج اتیوپی. خواستم گولت بزنم. ببین تایلند همه چیز. من یه شمالی، گزینه تو ذهنم اتیوپی. دارم. خوران استاد احواریزم کره شمالی. آفرین درسته. درسته؟ برای همونی همون خواستم تحقیره دیگه. بگم. ترسونم وای لب و دهنم داره میسوزه من. نه واسه من که خیلی زیاد گذشت. بریم. در کدام کشور شلوغی مترو به قدری زیاده که کارکنان ویژه‌ای برای هل دادن مردم به داخل قطار استفاده جریمه. با حواسم نبود. من احساس کار میدونم. منم میدونم یا ژاپن فکر کنم. چینه. ژاپن، اندونزی. ژاپنه. درسته. چرا دیگه میخوری؟ زودتر زدم. جریمه شد دیگه. من یه بارم اینطوری خوردم. از شانس تو رو بگی. نمیدونستم من احمق. خیلی به خدا ساده. آی. خب در بسیاری از ساختمان ها تو کره شمالی یه طبقه هست که از شماره گذاری حذف میشه چون عدد نقصی میدوننش. طبقه 4، طبقه 13، طبقه 22. فکر کنم اینو شنیدم 4. آفرین کاملا درسته. اینو شنیده بودم. آی. من نمیکشم. زبونم داره منفجر داره من نفس داشت میزنه. تموم میشه بشخوام. خیلی ببین قورتش میدی بهتر. خیلی راه بدیه. وای دارم میمیرم. آی. خب سوال بعدی. برو. مغز انسان بیشتر به چه چیز شباهت داره؟ کره زمین، ژله، تخم مرغ. ها؟ به هیچ کدوم. چی؟ کره زمین، ژله، تخم مرغ. کره زمین. ژله. خدایی تو یادم. چرا ژله؟ اینجوری تکون آه ما چیزش ماهی ببین نفس میکشم درد داره. نه نفس نکشم درد داره. اسکال این بچه بازی ها چی هم؟ این چجوری میخوره من نمیدونم. توی بدن انسان قوی ترین ماهیچه نسبت به اندازش چیه؟ بازو، زبان، آلت یه بار دیگه بگو. من احساس که هر کی جواب بده بازنده است. تو جواب بده. توی بدن من ترجیح میدم شرافت رو ببرم. قوی ترین ماهیچه نسبت به اندازش چیه؟ بازو، زبان و آلت تنش. زبان. به آفرین. قرآن خواستم کردی؟ بگم به قرآن خواستم. اش کردی؟ من داره سرم گیج میره تو من بگم. هم شرافت رو بردم هم بازی رو. من بیشتر از این نمیخورم. بعد قبل ویدیو داشت به من میگفت نه زیاد بخور. تا جایی ای که کاش تا فهمیدم الان کیای بهتر جواب دادن؟ من از نظر الان. بهتر جواب دادم به نظر من هیچ کدوم. حالا بدم یکی دو تا نفری درست شد. اهمیتی نداره. اونو که برده باشه ما هر دو تا مجازات شدیم. اسم شخصیت محبوب و معروف کال آف دیوتی که اغلب فرمانده تیم چیه؟ کاپیتان پرایس، سوپ، گوست. من زدم توپ پرایس. وای من خندیدم گلوم سو. بابا خواستم بزنم سرعتی کم آوردم. جلو. آوردم اینم من آوردم فهمید کاپتان نباید می آوردم. نه بابا دیگه اسما رو فهمیدم. صبح که همون یارو بود وسط موهاش موداش دورش کچل بود. کدام بازیکن به فوق ستاره قرمز معروفه؟ کریستیانو رونالدو، دیگو مارادونا، روبرتو باجو. باجو. آفرین کاملا درسته. میخندم گلوم میسوزه. ببین دیگه دارم میمیرم.
چون میدین روبرتو باجو کیه؟ باجو؟ همونی میگن ایستاده مرد. تو میگن تو خیابونای ایتالیا نوشتن خدا همه رو ببخشه به جز روبرتو باجو. بله. خب کدوم قطعه در خودرو وظایف تنظیم نسبت هوا و بنزین ورودی به موتور رو داره؟ کاربراتور، سنسور اکسیژن، انژکتور. کاربراتور. انژکتوره؟ وای کاربراتور قدیم بود، انژکتور جاش اومد. ببخشید دیگه 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 سازندش بود. اصلا دارم میسوزم. بیا من انقدر نخوردم میخوام بهت کمک کنم. وای سوال چیزی آخره. مونده برات اصلا دیگه؟ چون یکم براش بذار اگه چون همه رو اشتباه جواب میده. آخرین سوال سخت‌ترین سواله. خب زیه بابا من رو میدونم. میگه که کدوم رنگ لاک ناخن تو مد سال 2024 بود؟ صورتی ملایم، نارنجی فسفوری، آبی تیره. وایسا فکر کنیم. صورتی ملایم. خب اون یکی چی بود؟ نارنجی فسفوری، آبی تیره. صورتی ملایم. آفرین کاملا درسته. ببین میخوام آخری ها اینطوری بخورم. آخرین سوال بود؟ آخری بود دیگه. آره تمام شد. ببین میخوام آخری ها اینطوری بخورم. بخور فقط میخوام برم یه چیزی بخورم. اوه مایی خوشش اومد به نظر خیلی مجازات خوشمزه براش بود. نبود. این بیشتر تو هم بخور. تو اینو بخور. آیا کسی سهمشون هم واقعا داره سرم گیج میده. کلشو بخور. نه اون اولش نمیسوده، کلشو بخور. نه لحظه ای که قورت میدی که خیلی خوشمزه است. بخور. خیلی خوشش اومد. این سری پوفالو بینز رو براش بخریم. وای آی بگو لایک و کامنت رو بگو تا من میخوام. لایک و کامنت ها ساب فراموش نشه. خدا لعنتتون. دیگه نداری؟